با بعض میده ترین گناه شما اهمیت ندین. آخه کنی آدمی بیگناه. امون عمر خیام خدا خیرش داد گفته بود آخه ناکرده گناه در این جهان کیست بگو؟ کنی یک انسان بیگناه. ما بیگناهیم، شما بیگناهیم، همه ما گناه داریم، همه ما لغزش داریم، همه ما خطا داریم. لیکن خدا را ببین، ان الله یحب العفو، خدا عفو دوست می‌داره، خدا بخشیدن دوست می‌داره. چرا تو دوست نمی‌داری؟ تا هم ببخشی چی گپی نداره. زندگی است، زندگی آینه بیش و کمی است. هر شب در آسمان ستاره نیست. مثل آسمان زندگی یک جنگ می شود، یک کشاکش، یک قهر می شود، یک چی می شود. لیکن معنی را ندارد که 3 طلاق در دامنش بیتی و جواب برای تو. این خیال نکنیم برادر عزیز.